شیرینه. خیلی خوش اومدید به قسمت دوم مزتاک. این دفعه واقعا موضوع خیلی کرینج از پاک. مثل ابوالفضل باید بپری مثل ویدیو. خیلی تربیت شدی. سلام، دریا هستم. میگه تو رو 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ تو آینه. نوشیدنی فنی یا غذا فن؟ نوشیدنی فن. من خودم غذا فن. البته بستگی نوشیدنی شوش. تو مهربون تری یا سارا؟ من مثلا نوشیدنی های الکلی و خودم بیشتر میپسندم. غذای مورد علاقت چیه؟ سالاد ماکارونی. من غذا مورد علاقه‌ام لازانیا. یه سوالی من خودم باید میپرسیدم نپرسیدم. نظرت راجع به موز چیه؟ اینو همه قسمت‌ها از همه میپرسن. خوشمزه است. بد نیست. مه شیرین. پسر لاشی ولی پولدار، پسر خوشقلب ولی فقیر. فقیر یا بی پول؟ فقیر. اصلا یارو تو یعنی ببین قصه و داستان و اینا پول ریخته سر کلیه مالیه شاید بفروشه. کار داری یا نداری؟ بعضش فکر کن ادیتور مثلا. قشر ادیتور و قشر ضعیفه من خدایی. من خدایی من الان یه دونه گیتار دارم اونجا هنوز پولش در نیومده. آره. خب اگه یارو شرایطی داشته باشه که بتونه در بیاره یا با هم بتونیم حلش کنیم، خب اوکی. در اون صورت گزینه هیچ کدوم رو انتخاب میکنی؟ من خودم پسر برام همه مدل دوست دارم. چقدر اهل ورزش هستی از 1 تا 10؟ صادقانه باید جواب بدم؟ بله. اینجا همه باید آنست باشن با من. اینجا مستاکه. ببین مثل برنامه چرت و پرت نیاوردم تو. اینجا هر کسی لیاقتش نیست باشه پشت این دم و دستگاه. این استودیو از آخرین رابطه چقدر میگذره؟ والا من برای من یه 18 سالی میگذره. نه حالا آنست باش. دیگه اینجا دیگه نمیتونی دروغ بگی. من ویدیو منو تو 3 کلمه توصیف کن. تو رو تو 3 کلمه. کلید کن. یعنی مثلا یه داستانی پیش گیر میده سوزنش گیر میکنه. کتاب خون. چرا میخند؟ با مزه. ای بابا. نه ازم تعریف کن. ازم تعریف کن. اعتماد به نفس زیرزمینی. پایین راست میگه. ادیتور قهار. تموم شد. ای بابا. تموم شد. میدونم همش اینقدر ویژگی خوب زیاد دارم بدیاش اصلا به ذهنت نمیاد. میدونم اینا رو میدونم. همه اینو میدونم. بچه خوبه. اوکی. اصلا این ویژگی بد ندارم. نیست توم نیست. وجود نداره. تنگندی که تو زندگی زدی. بدترین گند. من گند خیلی زیاد زدم. یعنی تا دلت بخواد گند زدم من تو زندگی. آره در جریانم. ما یه حالت پاتختی طوری بود. بعد من بچه بودم. من کفش مهمونا رو پوشیدم و لنگش رو پرتاب کردم بالا، افتاد رو سقف خونه. بعد خانومم خواست بره دوباره کفشش میگه. بزرگترین پشیمونی چیه؟ انگار من دارم اینترویو میشم. به یکی که نباید پیام دادم. من پیام ندادم البته. این همین که میبینید این اشتباهو کرد و من سر اون پشیمونم واقعا. سر اون داستان جواب یه سوالی بله دادم پارسال. نبا میدادم. خواستگاری تو اومده بودن. اگه بودن که الان پیش آقاییم بودم نه تو. آقاییم. اینجا سلام میکنم به آقای آینده. کیو بیشتر میشناسه؟ جواب این سوال کاملا مشخصه. معلومه مشخصه. من دریا. از این واضح‌تر یه بار دیگه همین گوه بخور. من انقدر با همه شفافم این شکلیه. آنستی. دوست دارم
نظر تو راجع به یک کتابه همین الان اسمش بزنم شازده کوچولو چه نوع کتابی؟ من به هیچ گوه از کتاب نمیدونم مثلا همین اجازه بهش ازم کتاب شازده کوچولو خلاصه شد. شازده کوچولو وایسا یه کتاب دیگه میدونم چی؟ پس از تو. اون نخوندم. من عاشقانه خیلی حال نمی‌کنم تو کتابو. ژانر مورد علاقه کتابت جنایی. میتونی چیز نگاه کنی؟ پادکست های مدیل رو نگاه کنی. داره پرونده های قتل بررسی میکنه. فنشم. آره شبیش هم هستی یکم. چی باعث میشه استرس بگیری؟ یه چیزی که از اون روال عادیه خارج بشه. یعنی مثلا من میخوام یه کاری انجام بدم ولی بهشو ندارم انجام بدم. خب یهو یکی میاد برام اون کارو انجام میده و به شدت استرس میگیرم. ویدیو محتوا نداشته باشه احساس کنم پشت صحنه خوبی داره. آدم باحال که مهمون باشه مثل بعضیا نباشه ویدیو محتواش عالی میشه. دوستم دراما بسازم با ابوالفضل. آدم سگ پسندی یا گربه پسند؟ گربه فرشور. ببین فرشور ارتباط فرشور. اگه این چنلای بلایند دیت دارن نام کنن لطفا منو به بلایند دیت واقعی دعوت کنین. کلی حرف تو دلم هست میگم. تو کارم کاباره بهش پیام بدی میاره. یعنی اینطوری نیستش که فقط آدمای معروف بیاره. لطفا منو دعوت کنین. آدم حسودی هستی؟ اصلا یعنی به هیچ وجهه. وایسا آدم حسودی نیستی؟ نه بابا چی هستی؟ داداش اون من فکر کنم با یارو می‌خواستم برم تو رابطه بعد با پسر خب استوری گذاشت. داداش خب این یعنی چی؟ مثلا ما با هم حرف می‌زنیم اوکی اونم مثلا اوکی. این دیگه حسودی نیست دیگه. مهمونی که بهت خوش نگذره خرابش می‌کنی یا میذاری میری؟ یا هر توضیح دیگه آهنگ گوش میدم. میشم گوشه من کاری ندارم. من مهمونی برم اگه من خوش نگذره به اون جمع یه کاری میکنم خوش بگذره. من مهمونی برم معمولا بهم خوش میگذره نشد. ولی مثلا مهمونی جو سنگینم رفتم و میشینم تو گوشی. من میرم تو دستشویی قایم میشم. قایم میشی؟ از کی مشورت میگیری؟ نظر اگه احساسات رنگ داشتن رنگ هر کدوم از اینا بگو. عشق، قرمز، نفرت، قهوه‌ای، غم، آبی کم رنگ، شادی، زرد، خشم، سیاه، خجالت، بنفش. آخه اگه طناب دار بودی دوست داشتی دور گردن کی باشی؟ ببین خیلی دوست دارم بگم الان ولی حس می‌کنم هم چنلم بسته میشه که هیچ منم میگیرن. خب پس همون که خودتون میدونید رفتار توی تلگرام و اون چیزی که در واقعیت هست چه فرقه؟ خیلی خوش اخلاق‌ترم تو تلگرام. واقعیت خیلی اجتماعی ام ولی توی مجازی حس می‌کنم یکم واقعی تر خودمم. ASMR ما تغییر محتوا دادیم. ببین سلام خوش اومدید به محتوای جدید یوتیوبم. امروز اومدیم ASMR کنیم. I'm gonna open it. I can fix it. Oh my Jesus. اینا که تو در بیار من با چشمم اینجا. سلام. ویدیوم چندگانه بود. هم ASMR بود توش هم محتوا مزخرف بود هم سوالای قشنگم پرسیده شد همه چیز شد. چی میخواین از یک پادکست؟ تو 40 تیکه هستی. تازه این از 5 دقیقه هم 100% بیشتره. مطمئنم ویدیو بیاد 6 دقیقه است. یه فکت آزاردهنده راجع به خودت. ارتباط میگیرم ولی صمیمی نمیشم. بهترین بیت شعر آهنگی که همیشه تو ذهنت هست. حالم خرابه مثل دافم مثل جنسمه پخته. حالا این دافم نمیدونم کجاست. اگه خودتو زودتر پیدا کردید لطفا به من پیام بده ببینم پخته هستی یا نه. 0921 دوست پرده خونه رویایی چه رنگی باشه؟ چه اینجوریه؟ من پرده نمیزنم اتاقم خونم. بابا من نمیخوام خونم پرده داشته باشه. خب به کی بگم؟ یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ از سورپرایز شدن خوشت میاد؟ خیلی. من یه دونه تولدم و بچه ها بعد از امتحان عربی گرفتن. فاکینگ بهترین روز زندگیم بود اون هفته. اصلا ایوال دمتون گم واقعا. کثیف‌ترین آدمی که میشناسی کیه؟ این ویدیو رو میبینه حیف. کیه؟
رو دیگه. کدوم بازیگر میتونه نقش تو رو توی فیلم درست بازی کنه؟ عجب سوالی. خیلی از دوستان، خیلی از کسایی که دیدمشون میگن تو شبیه تیموتی شالامه‌ای. آره منم یه بار گفتم. رسید از اینکه این ویدیو رو دیدید، پر از محتوا، پر از چرا که مفهوم بهش بود. چیزی اضافه باید شده 5-6 چه چیزی اضافه شده باشه. باشه؟ یه کتاب معرفی کنم تهش ملت او بخونن. پوتک. ما دروغگو بودیم بخونین اگه از پایان غیر قابل انتظار خوشتون به تو هم دیدم بخون. گوه از کتاب من نمیخوام بدون. ویدیو رو باید 5-6-7-10 بار ببینید تا نکاتش رو متوجه بشید، معنا و مفهوم کامل ویدیو رو متوجه بشید. بچه الان نشستید ویدیو رو نام کنید. تا حالا مگه کار نداری، درس نداری، کنکور درس نهایی چی کار داری میکنی الان؟ با زندگی تو چیکار میکنی؟ بیا پاشو برو. خوبه تاو با پرتی جانو بردم میبیا دروغ نمیگای